جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بندم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و خدمت شما هست. سلام باشین. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سالهایی که از طریق پیام ها فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که تا چند ساعت بعد از اذان سر وقت محسوب می شود و قضا نیست نماز؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اصل برای یک فرد مسلمان این هست که مبادرت بورزد به انجام طاعات و عبادات و خصوصا فرایضی رو که الله متعال بر انسان واجب و فرض قرار داده و خصوصا نماز را که یک وقت مشخصی را، یک فرضی هست که موقوت هست، یعنی یک وقت مشخص و تعیین شده ای را الله متعال برایش قرار داده. در روایتی هست در صحیح بخاری و مسلم از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که میگوید من از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردم که ای العمل یا ای الاعمال افضل عند الله، کدام عمل نزد الله متعال برتر هست، فضیلتش بیشتر هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الصلاة علی وقتها، نماز سر وقت رو. و علامه ابن حجر رحمت الله علیه هم در تفسیر این حدیث و توضیح این حدیث میگوید یعنی مبادرت به نماز، یعنی در اول وقت نماز خواندن جزء برترین اعمال نزد الله متعال هست. و در همین حدیث آمده که من پرسیدم در درجه بعدی چی؟ فرمودند که بر الوالدین. در درجه بعد چی؟ فرمودند که جهاد. یعنی افضل الاعمال را در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اولینش را نماز سر وقت یا در اول وقت اینو مشخص کردن. و این هر نمازی یک وقتی داره. تا زمانی که یک نماز را ما سر وقتش ادا کردیم این می شود ادا. ما دو تا اصطلاح شرعی در این زمینه داریم، یکی هست ادا و دیگری هست قضا. ادا و قضا. مثلا یکی میگه من نماز را ادا کردم، یعنی این که نماز را سر وقت خواندم. ادا کردن نماز یعنی خواندن نماز سر وقت. قضا شد یعنی نماز رو قضایی آوردم یا قضا خوندم، یعنی همان نماز فرض را خارج از وقتش خواندم. خارج از وقتش خوانده. به طور مثال الان کسی نماز ظهر را بخوانه، یعنی این که نمازش قضا شده و نماز ظهر را در وقت نماز عصر خوانده، این می شود قضا. و هر نمازی یک وقت مشخصی رو دارد. نماز فجر از طلوع فجر گرفته، یعنی از لحظه ای که سفیدی در آسمان مشخص میشه، فجر صادق میدمد، تا لحظه طلوع آفتاب. تا لحظه طلوع آفتاب هر کسی که در این مدت نماز بخواند یعنی نمازش ادا شده، یعنی ادا کرده، سر وقت خونده. منتها اول وقت اولاتر هست. اول وقت اولاتر هست، یعنی نباید تأخیر بکنند که تا آخر وقت رو. و نماز ظهر به محض زوال شروع می شود. به محض زوال، یعنی از طلوع آفتاب دیگه وقت نماز فجر تمام شده و وقت نماز ظهر هم نیست تا وقت زوال آفتاب. زوال آفتاب یعنی این که سایه برگردد.
سایه برگردد. معمولا سایه رو وقتی که شما تصور بکنید آفتاب از یک طرف باشه، سایه طرف دیگر هست. منتها الیه این سایه که جمع می شود و دوباره از طرف دیگر امتداد پیدا می کند، همون نقطه صفرش این وقت زوال هست، وقت استوا هست. وقتی که سایه به طرف دیگر حرکت کرد، دوباره شروع کرد به امتداد و بزرگ شدن، این در واقع وقت نماز ظهر شروع شده. اول زوال آفتاب، یعنی وقتی که خورشید از وسط آفتاب از وسط آسمان به طرف مغرب مایل بشود، این یعنی وقت نماز ظهر شروع شده، تا اینکه سایه هر چیزی یک برابر اصلش باشد. سایه هر چیزی یک برابرش باشد. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این طولانی تر هست، وقت نماز ظهر طولانی تر است تا زمانی که سایه هر چیزی دو برابرش باشد. در مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت وقتی که سایه هر چیزی غیر از سایه اصلیش، فرض کنیم یک میله رو شما بر روی زمین کاشتید، یک سایه اصلی دارد که یعنی در عین وقت زوال، وقت استوا، این سایه از بین نمی رود، کاملا به صفر نمی رسد، یعنی یک چند سانتی شاید سایه وجود داشته باشد. قبل از این که این سایه به آخر میله برسد و سایه کلا از بین برود، دوباره سایه از طرف دیگر شروع می کند به بزرگ شدن و امتداد. این سایه اصلی هست. سایه‌ای که در عین وقت زوال یا در وقت استوا باقی مانده، اون سایه اصلی هست. سایه هر چیزی رو، هر میله‌ای رو، هر چیزی رو که نصب از به صورت عمودی بر روی زمین، وقتی که سایه‌اش یک برابر خودش شد به اضافه سایه اصلی، این در واقع پایان وقت ظهر هست نزد جمهور و آغاز وقت نماز عصر هست. اما به خاطر احتیاط عرض کردم که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانی هست که سایه دو برابر اصلش باشه. این وقت نماز عصر و آغازش و انتهایش غروب آفتاب هست. انتهای وقت عصر غروب آفتاب است. منتها زمانی که آفتاب زرد هست، این وقت مکروه، وقت اضطراری هست. یعنی باید زمانی نماز عصر را بخونیم که به قول معروف آفتاب زنده هست و نه وقتی که به زردی گراییده. وقتی که به زردی گراییده اگر کسی نماز خواند بازم سر وقت هست و وقت مکروه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این نماز منافق هست که وقتی که نماز عصر خصوصا که تاکید بیشتری شده، این رو به تأخیر میاندازد تا زمانی که آفتاب نزدیک غروب هست، بلند میشود و چند رکعت نماز میخواند و مثل مرغ سر میزند. این رو تعبیر کردن به نماز منافق. پس بنابراین باید قبل از این که آفتاب زرد بشود و نزدیک به غروب باشد، نماز عصر رو حتما باید بخونیم در همون اول وقت. از غروب آفتاب گرفته وقت نماز مغرب شروع می شود تا نهایت شفق. الان شفق اختلافی در اینجا وجود داره که آیا همون سرخی افق هست یا اینکه سفیدی افق هست. منتها وقتی که هوا تاریک شد، یعنی سفیدی افق کلا از بین رفت، یعنی یقینا آخر وقت نماز مغرب هست و ابتدای وقت عشاء هست. و وقت عشاء از تاریکی، یعنی وقتی که شفق کلا هم سفیدی کلا از بین رفت، وقت نماز عشاء شروع می شود و وقت اولا و راجح ترش همون تا نصف شب هست. یعنی سعی بکنند که تا نصف شب تأخیر نکنند، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر بر امت من سخت نمیگذشت، من دستور میدادم که نماز را تأخیر بیاندازند تا 1/3 شب یا نصف شب. پس بنابراین سعی بکنید که در ثلث اول شب نماز بخوانند، این اولاتر هست. و اگر تأخیر کردن تا نصف شب، یعنی از لحظه غروب تا لحظه طلوع فجر، این نصف تقسیم بر 2 بکنند، این میشه نصف اللیل. اما وقت اضطرارش هم وجود دارد. وقت اضطرار، کسی خیلی کار شدیدی داشت، به هر صورت نتونست بعد یعنی در اول شب بخواند، تا وقت فجر هم این وقت از دیدگاه جمهور فقها ادامه دارد. منتها وقتی هست مانند وقت به اصطلاح زرد بودن آفتاب در نماز عصر، این وقت اضطراری هست نه وقت اختیاری. وقت اختیاریش تا همون 1/3 شب یا نصف شب هست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. شما تماس بینندگان عزیز الان زیرنویس شده و بینندگان هم میتونن که تماس بگیرن و همچنین باز تکرار میکنم کسانی که میخوان تماس بگیرن لطف کنن که از طریق گوشی تلفن به صحبتشون ادامه بدن و سوالاتشون هم به صورت مختصر باشه. اولین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سوال داشتم درباره اسم اعظم برای مراد بخونیم چقدر وقت؟ ببخشید صداتون اول نبود، اگه لطف کنید دوباره صحبت بکنید. سلام. خب گفتم به خاطر که یک مقصد را به دست بیاریم
اسم اعظم چند بار بخوانیم؟ یعنی کدام وجود داره یا نداره؟ اسم اعظم منظورتون چه اسمیه؟ اسم اعظم اسم روشنا. چه چیزی؟ یعنی اسم خاصی مد نظرتون، یعنی مثلا کلمه الله یا بله یعنی چند الله یا هو یا حی یا قیوم، یعنی چند صد بار بخوانم تا به مقصد برسه. درست. دومی که مثلا خانم‌ها که نماز میخوانن اگه پایشان لطف باشه در حکم شریعت کی حکم داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ قربان چند یک جانمون. سلامت باشین. سلام علیکم، برای پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، برای پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، سلامت باشین. ببخشید این سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ بله. سوال ما است که مثلا سیاست که مثلا که نافاق باشه، مثلا که آدم مثلا که ما نشنیده بودم که آدم بی سواد هستن، آدم که بخوابه مثلا که شما که میدونید بهتر آدم خجالت هم میکشه، خانواده کنه مثلا گناهش مثلا چه رقم کنیم ببخشه، مثلا ما اشتباه کردیم، اینا رو میخواستم بپرسم که شما چه فهمیدی؟ یعنی در روز رمضان نه سیاست که نافاق باشه آدم بخوابه، مثلا خودش خانم که مثلا که بخوابه. ها یعنی با زن ناپاک بخوابه اینجوری؟ منظور شما یعنی هم بستری در حالت عادت ماهیانه است؟ بله. بسیار خوب. سوال دیگه هم دارین؟ بله. نه دستشون در نکن. حالا راست شب قدر مثلا که تو خانه میشه چیز کنه، مسجد اینجا ندارم، تو ایران هستم فعلا. درست. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض دارم بر شما و بر مولانا صاحب. سلامت باشید. چند سوالی داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول ما است که در ماه مبارک رمضان هر چقدر عمره کنی ثواب داره، ولی شنیدم که میگن که از یک تا دو تا زیاد نکنی، باید در دیگه کسان وقت بده. آیا درست است؟ درست. بله. سوال دوم ما همی که یک خانم که $5,000 داشته باشن و شوهرش عایدات نداشته باشه، از پول زکات در اولادش مصرف کنه یا در خانه سامان بخره، آیا درست است؟ یعنی شوهرش کار نداشته باشه یا مشکل نداشته باشه؟ یعنی شوهرش هم کار میکنه که در مصرف خانه خلاص میشه، درست. از پول زکات اولادش دیگه لباس بخره یا در خانه سامان بخره. سوال بعدی؟ و سوال سوم ما همه که غیبت گناه دارن، بلکه حالی ما شنیدیم ملایمام مسجد ما میگن اگر کسی را غیبت کنید یعنی 6 صبح نشده در او دعا کنی یا استغفرالله بگوی، غیبت نوشته نمیشه. آیا درست است؟ سوال دیگه هم داریم؟ یعنی همی تو ادامه داده بره، یعنی که هر وقت دلش شد غیبت کنه با بعد از او استغفرالله بگوی، آیا ای قبول میشه؟ گناه نوشته نمیشه؟ درست. بله. سوال آخر ما بفرمایید. امی که من شما سوال میکنم، آواز مرا بسیار مردم میشنوند، در موبایل ها صرف میشه، آیا دمه گناه میشه؟ تشکر از شما. خدا حافظتون. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم. بفرمایید.
سوالم اینه که من تو نماز اشتباه میکنم، تو نماز اشتباه میکنم، مثلا از کجا شروع کنم. بعد میخواستم اینم اگه مثلا یادداشت بذارم جلوم بعد ببینم بخونم مشکل داره یا نداره؟ یعنی در قرائت منظوره یا در تعداد رکعت ها؟ نه مثلا یادم میره کدوم سوره رو بخونم اینا. یعنی اولش مثلا ببینم سوره چیه دیگه تا آخرش میخونم. خب هر سوره که بلد یعنی چرا یعنی سوره خاصی باید بخونید در نماز مگه؟ نه میدونم منظورتون چیه، فقط میخواستم ببینم که یادداشت بذارم جلو مثلا سوره حمد یا مثلا سوره ناس، فقط همین واسه اسم شما خواستم بنویسم. درست. یعنی شما یعنی مثلا مشکل داره یا نه؟ در انتخاب سوره مثلا ماندید، مثلا یک برگه می‌نویسید سوره حمد یا سوره ناس یا سوره فلان، یعنی خود سوره رو نمی‌نویسید که از روش بخونید؟ نه فقط هم اسمش جلوش هم باشه. بسیار درست. تشکر از شما. ممنون. خدا سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. بفرمایید سوال شریعتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال من این بود که آیا فطر روزه با یتیم خواهر بیادر خودم میشوه؟ زکات؟ از اینجا چه چیزی؟ نه فطر روزه. فطر درست. بله دیگه از این منطقه مدینه تا ایرانه میگن نمیشن. از کجا تا کجا؟ از مدینه چه چیزی نمیشه؟ تا ایرانه فطر روزه میگن نمیشه. یعنی جایز نیست که توضیح میدم. فطر روزه؟ من نفهمیدم. یعنی جایز نیست که بفرستن ایران مثلا. آها. بله. به شهر دیگه بفرستن دیگه. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، چه دارین بخیر سلام. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. خواستیم یک تشکری کنیم از این سبقه خوب شما. یک کمی ضعیف از جمعی افغانستان ضعیفتر میگیره، همین شاید قوی ترش کنیم انشالله. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صحبت کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم عزیز دلم. بفرمایید سوالتون. همین استریایی که برای نفس تنگی استفاده میکنید توی ماه مبارک رمضان. سوال بعدیتون. سوالم همین بود. انشاءالله موفق شد کن باشید. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من میخواستم تو برنامه‌تون شرکت کنم، سوالی داشتم. بفرمایید. شما صداتون وصله و صحبت کنید. سوالتون. من هادی هستم. هادی. بفرمایید آقا هادی. هادی از گلسته. میخواستم سوال بپرسم. خوبین آقا؟ سلامت باشین. سوال شهریتون؟ خدمت شما عرض کنم من این ماه مبارک من نمیدونستم پشت ایرم. من میخواستم که این ماه مبارک رو بهتون تبریک بگم و انشالله تو این ماه بتونیم که بنده خوبی برای خدا باشیم و از این ماه به عنوان یه فرصت برای برداشت خوب از سلامت باشین. برادر گرامی اگر سوال شرعی دارین یک مختصر سوال شرعی بگیرین. چشم. من میخواستم این رو خدمت شما عرض کنم که انشالله از قرآن بتونیم فرصت کافی رو ببریم و فهم دقیقی از قرآن داشته باشیم.
سلام علیکم. برای پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بزن شوهر که بازم جنگ در وقت مستی در وقت شراب خوردن بگه که از دروازه نه برای که تو دیگر زنی من نیستی، یا که بگه که از دروازه نه برای که برآمدی هم تا برآمده را آیا طلاق میگن تو در بین زن شوهر؟ یعنی بگو یا تو زن من نیستی و گفتی همونطور که آمدی برو؟ نه بگه که برآمدی از دروازه تو دیگر زنی من نیستی. درست. و در حالت شراب هم یعنی مست هم باشه، شراب خورده باشه. شراب باشه یا که بگه که برآمدی همونطور برآمده را دیگر بر نگرد. بله. اگر بیرون بروی یعنی دیگه برنگرد. سوال بعدی؟ سوال بعدی هم این است که شیطان وسوسه میکند خیلی زیاد بر ضد نمازم، بر ضد خداوند متعال. آیا خداوند من رو میبخشه؟ من نمیخواهم این فکر رو به سرم بیارم، اما فکر رو به سر من میاد. من خیلی غم میخورم ذکر شما داره. آیا خداوند من رو میبخشه؟ تو چی اندازه بنده از دین اسلام خارج میشه؟ اگر خیلی فکرهای بد در سر آدم من از دین اسلام خارج میشم، نعوذ بالله، یا اینکه خداوند من رو میبخشه. درست. سوال واضحه. سوال دیگه دارین؟ بله. آیا تجوید من قرآن میخونم، تجوید من خیلی مشکل است. آیا میتونم همه خیلی بخونم یا اینکه ضرور است که با تجوید بخونم برای خودم؟ درست. تشکر از شما. رحمت کلام. سلامت باشین. سلام علیکم. برای پرسش و پاسخ بفرمایید آقای الهی عزیز. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. برای پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من 2 سوال داشتم. یکی در مورد اینکه 2 روز قبل یا دیروز واسه ما نظری آوردن، شیعیان آوردن، گوشت و آش آوردن بهمون. آیا میشه این نظری رو به همسایمون بدیم خودمون نخوریم یا حتما باید دورشون بریزیم؟ و یکی هم اون که زکات فطر رو باید کی بدیم؟ تا کی وقت داریم زکات فطر رو بدیم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برای پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی الحمدلله. الحمدلله. سلامت باشین. الهی من قربون حاجی آقای گلم برم. من یه مدت برنامه‌ام قطع بود. متاسفانه. زنده باشید برادر گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طاعاتت قبول باشه انشالله حاجی آقا. همچنین طاعات عبادات شما و همه بینندگان و مسلمانان انشالله مقبول درگاه الله متعال قرار بگیره. در خدمت هستیم شما. الهی من قربون خنده هر دوتاتون برم. درد بلاتون تو سر هر کی منافقه. زنده باشید. سلامت باشید. حاجی آقا یه سوال داشتم. البته سوال زیاد دارم چون امشب خیلی مزاحم شدن دیگه نمیخوام زیاد مزاحم بشم. آیا حیوانات به جز انسان ها حیوانات هم جهان آخرتی دارند؟ دنیای دیگه دارند یا مثل آخوندان نابود میشن میرن؟ مشکل آخوند اینه که نابود نمیشه، روز قیامت هم باید حساب پس بده. آها نه منظورم اینه که حالا اون که درست حساب پس میده. موضوع اینه که دیگه یعنی جهان آخرتی دارند حالا درست باید حساب پس بدن. درست. سال واضحه. سال دیگه هم داریم. الهی من قربون اون خنده ها برم. من سلامت باشین. تشکر از شما. دیگه سوال زیاد دارم. من یک ماه بود برنامه‌ام قطع بوده. یعنی دیگه ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود دیگه هر روز. الله حافظ. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. الله حافظ. آره قربون شما برم. زنده باشید. به آقای انصاری هم سلام گرم برسونو. الله مدد طاعتتون قبول باشه. منم سر افطار دعا کنیم.
سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا هم با هم یک میانبرنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. با هم باشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کار خیر با اهتمام ترین و پیشتازترین مردم در عمل بودند. بنابراین برای دریافت شب قدر در دهه اخیر رمضان و به ویژه در شب‌های تاق یا فرد تمسک زیاد داشتند. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در دهه اخیر رمضان، یعنی در 9 یا 7 و یا 5 روز باقی مانده آن جستجو کنید و با غروب آفتاب روز 26 رمضان وارد شب 27 می شویم و این شب به گمان غالب شب قدر خواهد بود. چنانچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شب خانواده، همسرانش و مردم را جمع می کرد و همراه با آنها تا صبح قیام می نمود. به همین ترتیب عمر و حذیفه رضی الله عنهما و برخی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شکی نداشتند که لیلة القدر شب 27 است. همچنین ابی ابن کعب رضی الله عنه به طور قطعی سوگند یاد نموده که شب 27 لیلة القدر است. پس بر مسلمان است تا در دهه اخیر رمضان تلاش زیاد نماید و در شب 27 عبادت خود را بیشتر سازد. بنابراین هر کسی که در شب‌های گذشته کوتاهی کرده باشد، این شب مبارک فرصت بزرگی است تا گذشته را جبران نماید. باشد که الله تعالی با رحمت خود این شب را بهتر از 1000 ماه بگرداند. الله تعالی می فرماید إنا أنزلناه في ليلة القدر. همانا ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر. و تو چه دانی شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است. و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل می شوند. سلام هی حتی مطلع الفجر. آن شب تا طلوع فجر سلامت و رحمت باشد. بدون شک ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از 1000 ماه بهتر است. فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازه پروردگارشان برای هر گونه کاری نازل می شوند. آن شب شب سلامت و رحمت است تا طلوع صبح. حيرة من أمري، فهنا علم وهنا
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول در مورد این که گفتن اسم اعظم را چند بار بخوانیم تا مقصد رو به دست بیاوریم. در مورد اسم اعظم قبلا توضیح دادم که اسم اعظم وجود داره بنابر روایت متعددی که در این زمین اومده از حضرت انس، بریده و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمین روایتی اومده و عرض کردم که قول راجح در مورد اسم اعظم لفظ جلاله الله است و بعد از آن یعنی از نظر دلالت که قوی تر هست اول لفظ جلاله الله و بعد از آن لفظ و نام مبارک الحی و القیوم هست و الفاظ دیگری رو هم و نامهای دیگری رو هم علما ذکر کردن. تقریبا در این زمین 14 تا یعنی نظریه وجود داره که قوی ترینشون همون لفظ جلاله الله هست و مراد از اسم اعظم الله متعال یا اسماء دیگر الله متعال توسل به این اسما هست. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی شما صدا بزنید الله را، دعا بخواهید از الله متعال به توسل از این اسماء حسنای الله متعال. از الله بگی یا الله، اللهم، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یعنی شما الله متعال را با این نامه ها صدا بزنید و هر کسی که با این نامه ها الله متعال را صدا بزند شانس قبولی و اجابت دعایش بیشتر هست. و اگر اسم اعظم را به کار ببرد یعنی توسل بجوید به اسم اعظم به لفظ جلاله الله، اللهم، با اللهم یا حی یا قیوم دعا بکند در این زمینه دعایش بیشتر قبول می شود بنابر روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب و اذا سئل به اعطى، که این مزیت را اسم اعظم الله متعال داره. اما ذکر این نامه ها به صورت مفرد که دلیل بر گره گشایی و مشکل گشایی ما باشه که مشکل ما حل شده باشه، چون این چیزی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. یعنی در روایتی نیومده که اگر شما 100 مرتبه یا 1000 مرتبه بگید الله 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 فلان مشکل شما حل میشه. و خود ذکر الله، لفظ جلاله الله به صورت تک و یکجا نیومده که مثلا شما ذکر بکنید بگید الله 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 و هیچ ثوابی برای این هم ذکر نشده، یا مثلا بگید الحی 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 یا القیوم القیوم، چون چیزی ذکری ما در احادیث و سنت و سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم نداریم. لفظ جلاله الله همراه با پسوند داره، پیشوند داره، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، این گونه باید ذکر بشه. خود این اسم به صورت منفرد و تنهایی ذکر کردنش در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده. اگر 1000 مرتبه نه 1 میلیون مرتبه هم شما ذکر بکنی این دلیل نمیشه که مشکل شما حل بشه. این اساساً چون این چیزی در شریعت اسلامی نیومده که اگر فلان نام الله را فلان مرتبه به تعداد فلان چیز مثلا ذکر کردید مشکل شما حل بشه، چون این چیزی وجود نداره، بلکه توسل و دعا به اسماء حسنای الله متعال مشروع هست و شانس اجابت دعا رو بیشتر میکنه. جزاکم الله خیر. آیا پای زن در نماز عورت است و باید پوشیده باشد؟ اکثر علما معتقد بر این هستند که پا جزء عورت هست و باید پوشیده بشه و در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک و همچنین امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و استدلالشون در این زمین از روایتی هست در سنن ابو داود از ام سلمه هست که میگه من از رسول الله صلی الله علیه وسلم این سوال را ایشون فرمودند اتصلی المرأة فی درع و خمار، آیا زن میتواند که تنها بر روی با یک چادر بلندی نماز بخواند لیس علیها ازار که شلوار نپوشیده باشد، صرفا یک چادر بلند باشه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا کان الدرع سابقا تغطی ظهور قدمیها، فرمودند اگر این چادر بلند باشه تا جایی که پشت پایش را میپوشاند پس بنابراین نماز خواندن درست، اشکالی نداره. و از این حدیث جمهور علما استدلال کردند که پوشیدن پا در نماز جز عورت هست و باید
در واقع پوشیده بشود. منتها این روایت از نظر سندی یک مقدار اشکال داره و بسیار از علما معتقد هستند که این مرسل هست، یعنی حدیث مرفوعی نیست، قول حضرت به اصطلاح موقوف هست به حضرت ابن عباس رضی الله تعالی، ام سلمه یا تمام کسانی که ذکرش کردند از ام سلمه ذکرش کردند. یک اشکالی در روایتش هست، به این خاطر برخی از علما معتقد هستند که نه، پوشیدن پا، پشت پا در نماز جزء عورت نیست و مانند حکمش مانند حکم صورت هست. اگر که برهنه باشه نماز کاملا درسته و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم امین هست و در میان علمای معاصرین یا متقدمین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هم این نظر رو تایید میکنند. از معاصرین شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه نظرشون بر این است که این حدیث مشکل داره از نظر سندی و دلیلی برای این که زن مجبور باشه که پشت پاش را بپوشاند وجود نداره. پس بنابراین اگر پشت پا برهنه بود نماز از نظر شرعی درست است. اما باز هم با وجود این که این روایت هست، با این که به اصطلاح مرسل هم که باشد، در واقع انسان باید سعی بکند که چادری که میپوشد کامل باشد تا که به زمین برسد و پاش پوشیده باشد، اولاتر و بهتر است تا اینکه دغدغه دیگری وجود نداشته باشد. اما از نظر شرعی اگر پاش برهنه بود، یعنی پشت پاش دیده میشد و نماز خوند، نمازش صحیحه. جزاکم الله خیر. در حالت حیض با همسرشون گفتن همبستری کردن، چه حکمی دارن؟ همبستری در حالت حیض به نص قرآن حرام هست. یسألونک عن المحیض قل هو آدم فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله، که حیض در واقع یک نوع بیماری هست و نباید در این زمان با زن هم بستر بشوید. این رو از نظر شرعی درست نیست و الله تعالی دستور دادن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی که در هنگام حیض و عادت ماهیانه با زنان هم بستر نشوید. و معیار این نهی که در قرآن اومده صرفا خود همبستری هست، بقیه کارها و مقدماتش از نظر شرعی اشکال ندارند به شرطی که منجر به جماع و همبستری نشود. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم در این زمینه کاملا صریح هست و گناهش یک گناهی هست که انجام داده، یعنی کفاره دیگر در این زمینه لازم نیست. گرچه در این زمینه روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که در سنن ابو داود این در واقع نقل کرده که از حدیث مرسلی هست البته، که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اگر که کسی در عادت ماهیانه همبستری کرد 1 دینار یا نصف دینار در واقع صدقه بدهد، یعنی کفارهش هست. اما چون که این ثابت نیست، این روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اشکال داره، پس بنابراین کفاره لازم نیست که 1 دینار یا نصف دیناری کفاره بده. در مذهب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه این در واقع واجب هست، یعنی کفاره دادن در مذهب امام احمد واجب هست. اگر کسی در عادت ماهیانه همبستری کرد باید کفاره 1 دینار یا نصف دینار بدهد. با این تفاصیلی بیان کردند که در اول عادت باشه، در آخر عادت باشه، اما قول راجع انشاءالله این است که کفاری دیگر لازم نیست. همین که گناهی رو انجام داده توبه بکند، استغفار بکند، طلب مغفرت بکند از الله متعال، همین مقدار کفایت میکند. درست. جزاکم الله خیر. برای گفتن که چون مسجد نزدیکشون نیست، آیا میتونن شب قدر را در خانه احیا کنن؟ بله، لازم نیست که احیای شب قدر حتما در مسجد باشه. در هر جایی که انسان هست، در خونه هست، در بیابان هست، هدف این است که انسان این شب رو با عبادت الله متعال سپری بکنه. در هر کجای دیگری که باشد، در جماعت مسجد باشد، خب یک جمع کثیری وجود دارند، چه بسا که سبب تشویق بشه، بهتر انسان بتونه عبادتی رو انجام بده. اما اگر کسی فقط در خانه نشست و مشغول عبادت بود، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. آیا درست است که چون عمره در رمضان زیاد ثواب دارد، انسان فقط 1 عمره بکنه تا دیگران مجال داشته باشه؟ بله، این ثابت است که عمره در رمضان به اصطلاح ثواب حج را داره با رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما تکرار عمره از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت نیست. در یک سفر فقط 1 عمره از رسول الله و از صحابه ثابت هست و حتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که نتونستن عمره رو انجام بدن در حجی که همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، وقتی که رفتن تنعیم احرام بستن، حتی برادرشون عبدالرحمن که همراهشون اومده بود و بیرون از حدود حرم رفته بود، باز هم ایشون احرام نبستند. یعنی این تکرار عمره در یک سفر از نظر شرعی ثابت نیست و دلیلی رو نداره. انسان باید پرهیز بکنه، همون یه مرتبه رو که عمره انجام داد، بقیه اوقات خودش رو با طواف و با نماز و تلاوت قرآن در حرم بگذراند. درست. جزاکم الله خیر.
آیا میشه از خانم گفتن که 5000 پول دارن، آیا میشه از زکات مالش رو برای فرزندانش لباس بخرد یا وسایل خانه؟ نه، زکاتی رو که به اصطلاح باید به فقرا و مساکین بدهد، نه اینکه به فرزندان خودش اینو مصرف بکند. اساساً زکات دادن به پدر و مادر یا به فرزندان از نظر شرعی درست نیست، زیرا که خرج و هزینه این بچه‌ها برگردن شما لازم هست. اما برخی از فقها معتقد به این هستند اگر شوهر به اصطلاح جزء مواردی هست که در واقع زکات بر اون لازم یعنی جایز هست، جزء فقرا و مساکین هست، یا اینکه زیر بار رفته مقروض هست و ورشکسته شده، از نظر شرعی جایز هست که زن این زکاتش رو به شوهرش بدهد. میتواند زکاتش رو به شوهرش بدهد، زیرا که خرج شوهر بر زن لازم نیست، برعکسش درست نیست. زن شوهر نمیتونه زکاتش رو به زن بده، زیرا که از نظر شرعی مکلف هست که باید خرج و هزینه زندگی زن رو تامین بکنه. اما برعکسش درسته، یعنی زن میتواند که زکات خودش رو به شوهرش بده که شوهرش در جایی که صلاح میدونه در ملکیتش باشه. چینو در خونه آورد خرج کرد، اختیار خودش هست. جای دیگر قرضی رو پرداخت کرد، بازم اختیار خودش، از اشکال شرعی نداره. اما این که به فرزندان خودش بدهد، این از نظر شرعی درست نیست. درست. جزاکم الله خیر. آیا گناه غیبت با استغفار و دعا برای شخص بخشیده می شود؟ الله متعال می‌فرماید انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. توبه برای کسانی هست که به نادانی مرتکب یک گناه و معصیتی میشوند و دوباره توبه میکنند. این کسی که یک ابزاری رو دستش هست، از یک طرف غیبت میکنه، بعدش میگه پروردگار فلانی رو ببخش، این تمسخر کردن دین هست. این گونه نیست که شما هر چی دلت میخواد غیبت بکن، بعدش بگو پروردگار فلانی رو معاف بکن، ببخش، یک دعای براش بکن که الله متعال این گناه تو رو میبخشد. این گونه نیست. بالفرض اگر از کسی گناهی سر زد، الان میخواد توبه بکند، الان میخواد یعنی غیبت کرده، الان میخواد توبه بکند، راه توبهش چی هست؟ راه توبهش این است پشیمان شده، از الله متعال برای خودش طلب مغفرت میکند، پروردگار من نفهمیدم، برادر مسلمانم رو غیبت کردم، برود و از اون حلالی بطلبد، از برادر مسلمان، خواهر مسلمان برود بگه من این حرف رو در مورد شما زدم و شما منو معاف بکنید. اگر میترسد که با عذرخواهی بدتر میشود قضیه، جنجالی درست میشود، درگیری درست میشود، راهش این است که برود براش استغفار بکند. به همون اندازه که غیبتش را کردی برایش طلب مغفرت بکن، برایش صدقه بده، خیرات بکن، برو در جاهایی که بدش رو گفتی در اونجا تعریف از خوبیاش تعریف بکن تا اینکه این کفاره بشود. معنیش این نیست که هر کسی که به اصطلاح برای برادر مسلمانش اگر استغفار بکند پس بنابراین جایز است که غیبتش رو هم بکند، بلکه این یکی از راههای به اصطلاح توبه کردن و درست بودن توبه از گناه غیبت هست. جزاکم الله خیر. صدای زن که در تلویزیون پخش میشه مثلا تماس میگیرن، آیا این نه اشکالی ندارد؟ این صدای زن عورت نیست و خصوصا در صورتی که برای پرسیدن از مسائل شرعی باشه و راه دیگر به جز این وجود نداشته باشه، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. نه اون زن گناهکار میشود و نه کسی که صدای زن رو شنیده. درست. جزاکم الله خیر. گفتم در نماز برای خواندن سوره اشتباه میکنم، آیا میتونم یادداشتی بذارم و جلوی خودم بذارم؟ لازم نیست، این به اصطلاح کار سختی نیست. در هر رکعت حتما سوره حمد هست، نیازی به یادداشت نیست که در روی تابلو بنویسید که اول باید سوره حمد رو بخونم. در هر رکعت باید اول سوره حمد رو بخونی، بعد از سوره حمد هر سوره رو که خواستی، سوره ناس رو خواستی یا هر سوره رو که بلد بودی بخونی، هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. تفاوتی نداره شما سوره ناس رو بخونید، سوره اخلاص رو بخونید یا سوره فلق رو بخونید، هر سوره که بلد هستید بخونید، در نظر شرعی اشکال نداره. اما بالفرض اگر کسی روی یادداشتی نوشت روی دیوار زد که در رکعت اول سوره حمد و سوره فرض کن فلق رو میخونم، در رکعت دوم سوره حمد و سوره ناس رو میخونم، از نظر شرعی نمازش درسته، نمازش درسته و از روی خواندن قرآن در نماز فرض ثابت نیست و در نمازهای دیگر حتی اگر از روی قرآن بخواند اشکال شرعی نداره. اما سوال این بیننده می بود که فقط نام سوره رو بنویسند، این اشکالی در نماز شما به وجود نمی آورد، گرچه من عرض می کنم که نیازی به این مورد هم نیست. جزاکم الله خیر. آیا میشه از فطریه را به بچه خواهرهای یتیم داد و همچنین از شهری به شهر دیگر فرستاد؟ گفتن مدینه مثلا به ایران. اشکالی نداره، میشه از فطریه را به افراد یتیم داد، ولو اینکه خواهرزاده باشند یا برادرزاده باشند یا هر چی خویشاوندان نزدیک باشند، فطریه دادن به اونها از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست که فطریه را از یک شهر به شهر دیگر بفرستند یا در شهر دیگر به کسی وکالت بدهند که از جانب شما فطریه را ادا بکند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. درست.
اسپری نفس تنگی در روزه اشکال وجود میاره؟ نه اشکالی نداره. این برای تنفس هست، نه خوردنی و آشامیدنی هست و نه در حکم خوردنی و آشامیدنی هست، پس بنابراین شکننده روزه هم نیست. درست. و بیننده بعدی گفتن که زنی شوهرش بهشون گفتن که اگر از خونه برویم بیرون بر من دیگه بر نگرد به خونه، این زن من نیستی. ولی ایشون گفتن که شراب خورده بوده و در حالت عادی نبوده، از نظر شرعی در این صورت طلاقش واقع نمی شود. درست. و سوال بعدی بیننده گفتن که شیطان زیاد آنها رو وسوسه میکنن در مورد وجود خدا و شک میاندازن، آیا گناهی دارن یا نه؟ وسوسه هایی که بدون مورد هست، یعنی قصدی نیست و ناخواسته به ذهن انسان میاد، این رو الله متعال مؤاخذه نمی کند. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی اصحاب اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت یا رسول الله، ما گاهی وقتی بعضی از افکار و به اصطلاح مطالب در ذهن ما میاد که ما دوست داریم که زغال بشیم و این تو ذهن ما نمی اومد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا این گونه هست؟ گفتم بله. گفت پس این علامت ایمان هست، وگرنه اگر شما ایمان نداشتید احساس ناراحتی هم نمی‌کردید. خصوصا این که شما ناراحت هستید و افسرده هستید به خاطر این کار، این خود نشانه ایمان شما هست و شیطان کسی رو که ایمان دارد وسوسه می‌کند، کسی که ایمان ندارد وسوسه در این زمینه در واقع نمی‌شود و این از نظر شرعی برای شما گناهی ندارد و هیچ گونه گناهی برگردن شما نیست. منتها سعی بکنید که هر وقتی که چون این افکاری اومد با خوندن معوذتین، با خوندن آیت الکرسی، با خوندن اذکار و اوراد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شاء الله که این عوارض و این وسواس ها کمتر بشه. جزاکم الله خیر. گفتن بیننده بعدی که قرآن را بدون تجوید، این تجویدشون ضعیف است، آیا اشکالی وجود داره که نه اشکالی وجود نداره. به هر صورتی به هر اندازه‌ای که بلد هستند قرآن را بخونند، با تجوید بخونند اولاتر و بهتر هست، صداشون جذابتر میشوند، خودشون بهتر تشویق میشوند. اما اگر بدون تجوید هم که خواند هیچ گونه اشکالی وجود نداره و ثواب قرائت رو ان شاء الله خواهد برد. جزاکم الله خیر. نظریه‌ای که برادران شیعه میآورن گفتن چه کار کنیم؟ بیرون بندازیم یا به کسی بدیم؟ اگر کسی دیگر هست از همزاهایی که خودشون شیعه هستند، اگر به اونها بدند اولاتر و بهتر هست که به اون افراد بدید. از مالی که مشکوک باشه نباید انسان استفاده بکنه و خصوصا در ماه مبارک رمضان. جزاکم الله خیر. وقت فطریه تا چه وقت است؟ یک وقتی برای جوازش هست و وقت دیگری برای وجوبش هست. وقت وجوبش شب عید هست. وقت وجوبش شب عید هست، یعنی اولین شب شوال که فرداش عید هست از نظر شرعی فطریه واجب می شود و وقت پرداختش تا فردا قبل از نماز عید هست. اگر کسی قبل از نماز عید صدقه فطر را داد به عنوان صدقه فطر ازش حساب می شود. اگر بعد از نماز عید داد یک صدقه عادی هست. اما قبل از شب عید هم فطری دادن از نظر شرعی اشکالی ندارد و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی قبل از یعنی یک روز درست که بسیار از علما اینو جایز قرار دادن، معاصرین شیخ ابن عثیمین و دیگران فرمودند که یک دو سه روز قبل از عید هم بدهد اشکالی ندارد. اما بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر قبل از این هم بدهد، حتی در اول رمضان هم اگر بدهد از نظر شرعی اشکالی ندارد. و نظر بنده هم در این زمین این است که در هر وقتی در ماه مبارک رمضان که مناسب تر برای فقیر باشد اگر بدهد اشکالی ندارد و به عنوان صدقه فطر قبول می شود. جزاکم الله خیر. 2 دقیقه مونده با یک سال. آیا حیوانات، آقای الهی عزیز پرسیدن که آیا حیوانات جهان آخرت دارن یا نه؟ بله، یعنی در آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا اومده که حیوانات هم حشر می شوند و اذا الوحوش حشرت. در این زمینه تصریح کامل داره و خصوصا در سوره انعام که خودش به نام انعام و به نام حیوانات هست الله متعال میفرماد و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم. هر حیوانی که شما میبینید یا پرندگانی که در آسمان پرواز میکنند اونها امتهایی هستند مانند شما در که شما آفریده شدند. و در آخر آیه الله متعال میفرماید ثم الی ربهم یحشرون. این امم و این حیوانات و این دسته ها به سوی پروردگار خودشون حشر میشوند. یعنی این ثابت است که حیوانات هم حشری رو دارند، منتها حیوانات یعنی جهنم و دوزخی رو و بهشتی رو در واقع ندارند.
و همه دوباره از بین میروند، اما زنده میشوند، حشر میشوند. حتی در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح مسلم فرمودند که لتؤدن الحقوق، شما حقوق یکدیگر رو حتما ادا میکنید. اگر حق کوشی کردید حتما باید پاسخگو باشید. در روز قیامت حتما این اتفاق میفته. رسول الله فرموده حتی یقاد من الشاة الجلحاء للشاة القرناء، من الشاة القرناء، فرمودند حتی از گوسفندی که شاخ دارد از این به اصطلاح قصاص گرفته می شود به نفع گوسفندی که شاخ نداشته. این برابر عدالت الله متعال هست. این تا این اندازه الله متعال این عدالت رو برقرار میکنه در روز قیامت. منتها دوباره حیوانات از بین خواهند رفت و بهشت و جهنمی در واقع در کار نیست، اما حشر میشوند و تقاص میشوند. اگر ظلمی رو انجام دادن تقاص میشوند. و جالب این است که حضرت عبدالله ابن عباس میگوید حتی پشه ها هم حشر میشوند، حتی پشه ها. بنابر آیه‌ای که در سوره انعام هست عرض کردم که تمام حیوانات حشر میشوند و الله متعال اون گونه که میداند با عدالت برخورد میکند و قصاص میگیرد و نهایتا از بین میروند. و اما انسان ها کسانی هستند که بر اساس اعمالشون مؤاخذه میشوند، نهایتشون یا بهشت یا جهنم است. تشکر از شما، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال بسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك